بچه امروز میخوایم یه ادیت از این 3 تا عزیز بریم. اگه دوست داشتین حمایت کنین، اگر هم نه که گریه کنین. آقا من تو کل زندگیم هر موقع رفتم کافه یا رستوران مجبور شدم آخرش بشینیم ظرفا رو بشوریم، ولی امروز همیشه چیزی انتخاب کردم که قبلا خوردم و اگه منوی یه کافه از 200,000 تومان شروع شده تا مثلا 1 میلیون همیشه من ارزونه رو انتخاب کردم، مثلا فلافل رو انتخاب کردم. هزینه کنیم از اونجایی که ویدیو قراره تجربه چیزایی نایس. تو چی میخوای بخوری؟ من هر چی که بادساز نباشه میخورم. از اینم بخورم. خب چی بخوریم؟ من که تو این اون همه با هم میریم که بخوریم. حالا چی بخوریم؟ صبحانه بعد میگم بابا به شام بگو بیاد. صبحانه نه، صبحانه نهار شام سه بعد غذا. صبحانه چون دفعه اول داریم با هم ویدیو میگیریم من میخوام بچه ها بهتون معرفی کنم. خب این دوتا کامران هومنن، اینم غلامه. کامران هومن شاوی و نوروز. ما همه با هم میخوایم بریم تو رستوران بخوریم. آقا وارد آسانسور شدیم. آخ زد تو دندونم شکست. آخ نگاه کن، انقدر گرسنم بود دندونامو خوردم. واه ببین چطوری شده. بچه ها دست بگیرین نیفتین. رسیدیم به طبقه رستوران. بچه ها هیچ چیزی نگین که نفهم. وای بچه ها از ماتریکس خارج شدیم. دست همو بگیرین گم نشیم. خروج از این وره. با تو بیا. خب بچه ها از ماتریکس خارج شدیم. الان اومدیم VIP. حالا بریم سفارش بدیم از رو منیو. چی سفارش بدم بچه ها؟ من که چای نبات میخوام با یه فلافل 2 نونه. همونم میخوام. من که مایه دستشویی سیرم میخوام. چه توی خوبی میدونی؟ ترکیبش کردی با اون؟ کرم ژلرسون حاوی روغن هسته انگور آری اوکی؟ او مای گاد! واو! سابسکرایب و لایک و کامنت فراموش نشه. اگه دوست داشتین ادامهش هم میسازیم. تا پارت بعدی.